این دستگاه رفیق روزای سخت منه، از برند مکس شاین. موقعی که کارمو به عنوان یه درصدی کار و به عنوان کسی که میخواستم پول در بیارم توی این حرفه شروع کردم، چند تا دستگاه تهیه کردم. اصلا هیچ اطلاعی از نوع قیمت، نوع دستگاه، کیفیتش نداشتم. از شانس خوب ما برند مکس شاین رو به من فروختن. بالای 4 ساله داره کار میکنه، بالای 1000 تا ماشین از BMW، بنز، نمیدونم ماشینه چی بود؟ موستانگ، همه مدل ماشین رو من با این دستگاه پولیش کردم و هنوز به قوت خودش باقیه و همچنان داره مثل روز اول کار میکنه. شاید فقط یک بار زغالش رو عوض کردم. میخواستم بهتون بگم که یه زمینه‌ای در رابطه با برند مکس شاین داشته باشیم. حالا بریم برای دستگاه جدیدشون که لیمیتد هستش و تازه تولید شده و فوق‌العاده خاصه مخصوص کسایی هستش که دنبال یه کار تمیز میگردن. شاید بهتون بگم میتونه رقابت کنه با روپس، میتونه رقابت کنه با فلکس، اما خب اونا قیمتشون بالاست. قیمت خیلی خوب، کیفیت عالی، بدون لرزش دست، بدون تکون خوردن، خوش دست، سبک، مرتب. تستشو واسهتون میذارم. اینم همون دستگاهی که ازش تعریف میکردم. لیمیتد هستش، خیلی تعداد کمی تولید شده، لرزش دست نداره، بسیار سبکه، سیم نرم و بلندی داره، دور موتور قوی داره و تا 6 میتونید درجه دستگاه رو ببرید بالا. الان تستش رو براتون میگیرم، خودتون متوجه میشین اصلا کیفیت نیازی به تعریف نداره.